عزیز، ما در پل سوخته شهر کابل قرار داریم. هموطنای ما اینمی خواهش میکنیم که زیر پل پاک کردیم، دیگه دوباره کثافات در وسط دریا نندازه که تا اینجا تجمع بازم نکنه. دروازه رو رنگ مالی کردیم، این پایه ها رو همش ما رنگ مالی کردیم. رنگ مالی تنها این نیست که برس بگیری رنگ مالی کنی، رنگ مالی بسیار دیزاین هاست، نقاشی است، دیگه گچکاری است. تمی 20 سال تا این ساحه نامبد بود. ساحه پل سوخته یک ساحه بود که کل مردم فکر میکرد که پل سوخته یعنی جای پودریا. پاکاری را شروع کردیم، در این ساحه زیاد جسدها را کشیدیم، تقریبا در پلی رو بندی در دست پودری قدر یک سنگ میگه میتی پیسه بزنم تا سلام عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، امیدوار هستم هر گوشه از دنیا هستید صحتمند و سلامت باشید و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید. دوستان عزیز، ما در پل سوخته شهر کابل قرار داریم. اینجا قسمی که شما در تصویر میبینید تغییرات زیادی آمده که یک دروازه ساخته شده و قرار است دروازه های بعدی ساخته شود و اینجا که هست گلکاری میشه، غرس نهال میشه. قسمی که شما در جریان هستین در این مدت گذشته دیدین، در اینجا مخصوصا در قسمتی که ما قرار دارم اینجا دست فروشا بودن که دست فروشی میکردن، ترکاری فروشا بود، مایه فروشا بود و در از قسمتی که شما میبینین در از جا انگشتر فروش ها بودن، گوسفند فروش ها بودن که اینجا حیوانات با انسان ها کلشان یک جای بودن. اما حکومت امارت اسلامی تغییرات زیادی را به وجود آوردن و معتادینی که و قسمی که شما در تصویر میبینین اینجا کلا معتادین بودن که خیلی هایشان او میبردن، خیلی هایشان فوت میکردن، اما با کمک حکومت امارت اسلامی کل معتادین از اینجا جمع آوری شدن و اونا را بردن به شفاخانه بستری کردن و کسایی که فوت کرده بودن اونا را جمع آوری کردن به خانواده هایشان تسلیم دادن به طب عدلی بردن و او در این قسمتی که هموطنان عزیز ما میوه فروشی و ترکاری فروشی میکردن یک مارکت جداگانه در از قسمت ساختن که اونا رو اونجا بردن. یعنی کلا در اینجا یک نظم خوب برقرار است، تغییرات زیادی با وجود آمده. قسمی که ما شاهد بودیم قسمت پل سوخته کابل یک از بدنامترین جاهایی بودن که کلا به اسم جاهای معتادین میشناختن. خب قسمی که شما دیدین تغییرات زیادی با وجود آمده که اینجا ما تیم شاروالی را در کنار خود دارم، خدمتگاران واقعی کشور که اینجا کار میکنن و کل کار اینا رو پیش میبرن. میریم که کتشان گزارشی داشته باشیم، در ادامه با ما باشین. سلام پدر جان، خوب هستین؟ سلام بر شما، زنده باشین، آرام باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ عزت هستم، یکی از کارمندان ناحیه پنجم. چند روز میشه اینجا کار میکنین؟ مدت 20 روز. خب اینجا قسمی که شما میبینین خیلی چی بود؟ وضعیتش خراب بود از هر نگاه؟ چطور است؟ کار کردن براتون سخت نیست؟ نه درست است، سخت است، اما وظیفه است چون انجام میتیم و مدت 20 روز است. از 20 موتر الی 40 موتر کثافات انتقال میتیم و معتادین اجسادشان بیرون کردیم، او را هم انتقال دادیم و پاکاری دوام داره. خب شما از کدام ساعت ها اینجا میاین به خاطر کار؟ از 7:30 صبح الی 4 عصر. خب باز یک از اینکه اینجا کار میکنین و در وطنتان خدمت میکنین چه حس دارین؟ حس بسیار خوبی داریم، به خاطر شهر ما خانه ماست، وطن ماست و ما کوشش میکنیم تا زنده هستیم بر وطن خود کار کنیم و وطن ما آباد شود. خب از اینکه حکومت امارت اسلامی تصمیم گرفتن که تغییرات به صفایی شهر بیارن و نظم ببخشن چه حس دارین؟ خوشحال هستین؟ بله حس خوبی داریم. ما میخواهیم در هر قسمت بازسازی شود و نوسازی شود، با پاککاری شود تا وطن ما آباد باشه. خب در اخیر چی پیام دارین؟ پیام خاصی اول برای نمی جوانای ما داریم که از این مواد مخدر دوری کنن و دویم دیگه از هموطنای ما نمی خواهش میکنیم که شهر ما خانه ما که ما زیر پل پاک کردیم، دیگه دوباره کثافات در وسط دریا نندازه که تا اینجا تجمع بازم نکنه. تشکر جهان، سپاس از اینکه در وطنتان خدمت میکنین. خوشحال هستیم شما رو در کنار خود داریم. زنده باشین، آرام موفق باشین. خداحافظ.
صحتمند. سلام به شما، سلام به بینندگان عزیزتان. تشکر، زنده باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ نام من لمر است، سرپرست رنگمالا است. خب مرجان، چند مدت میشه اینجا کار میکنین؟ در اینجا 8 روز میشه کار میکنه. تا به حال این خود دروازه رو شما رنگ مالی کردین یا نه؟ دروازه رو رنگ مالی کردیم، این پایه ها رو همش ما رنگ مالی کردیم. خب صحیح است. از اینکه یک کار خوب انجام میدی، یک خدمت میکنی به مردم، چه حس داری؟ خوبی حس خوشی است. هر شخصی که به وطندارای خود، برای وطن خود خدمت کنه، حس خوشی است. خب صحیح است. مثلا از ساعت چند تا چند اینجا میان کار میکنین؟ ما از ساعت 8 کار میکنیم تا ساعت 5 بجه، 5 و نیم بجه کار میکنیم. خب صحیح است. همینجا که کار میکنین کدام کس بوده که برای شما دعای خیر کرده باشه، تشکری کرده باشه؟ خب بعضی ها هستن که دعای خیر میکنن، بعضی ها که هستن فهمیدی حتی فاش هم میده. خب کسایی که برای شما چی فاش میده ناراحت میشه؟ نه، از اونا ما ناراحت نیستیم، خداوند هدایتشون کنه. خب صحیح است. به نظرتان رنگمالی کار سخت است یا آسان؟ رنگمالی کس بسیار کار سختی است. رنگمالی تنها این نیست که برس بگیری رنگمالی کنی. رنگمالی بسیار دیزاین است، نقاشی است، دیگه گچکاری است، بسیار چیزا است. رنگمالی تنها برس نیست، دیگه خلاص نمیشه. خب صحیح است. شما فقط همین رنگمالی های ساده انجام میتین یا کدام نقش و نگار دیگر هم تزیینات هم میکنه؟ اینجا که است، دیگه که است، تنها رنگمالی است، نقش نگار نیست. من هم گچکاری میکنم، هم نقاشی میکنم، هم کار پالش و دیزاین کاری را میکنم. خب حرف از نقاشی شد. شما نقاشی رو در کدام اینستیتوت یا مراکز آموزشی خواندین یا نه متبلد؟ نه، ما در رنگمالی وقتی که شاگردی کردیم فهمیدی یاد گرفتیم. خب به نظرتان نقاشی یک شغل دلچسب است یا رنگمالی که جمعی؟ خب وقتی که رنگمالی میگی باید آدم تکمیل باشه، مکمل کل کارش یاد داشته باشه. رنگمالی تنها این نیست که برسه بگیری. پیشتر براتون گفتم هم نقاشی باشه، هم دیزاین کاری باشه، هم لندنی کاری باشه، هم گچکاری باشه، هم کار پالش باشه، رگوال باشه، کلش مکمل. خب شما رنگمالی رو در خود افغانستان یاد گرفتین یا نه؟ نه خیر، ما در ایران یاد گرفتیم. اگر من بخوایم که یک رنگمال شوم در چند مدت من میتونم یاد بگیرم؟ خب اگر یک رنگمال که بخوایم مثل که درس یک نفر 12 سال میخونه، حداقل یک 5 سال کار کنه، شاگردی کنه که تا یک رنگمال خوب شه. خب تشکر، زنده باشین. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون زیبایتان. کدام پیام به هموطنان ما دارین؟ پیام ما این است که همیشه با هم باشیم، دم روی خود سیل کنیم. وقتی که شهروار کابل میخواد برای ما شهر ما را زیبا کنه، ما پیش روی خود سیل کنیم، گلا را خراب نکنیم، جایی که رنگ میشه اگر رنگ کردن نتونستیم خرابی هم نکنیم. تشکر خیلی زیاد. من از نمایندگی از دخترای افغانستان، کسایی که همسن خودم است، از شما تشکر میکنم. خوشحال هستم که خدمتگارای مثل شما دارم. تشکر از شما، از برنامه زیبای شما. تشکر، زنده باشین. موفق. دوستان عزیز، ما در اینجا یک از مسئولین امارت اسلامی رو میبینیم که مدیریت اینجا را تحت کنترل خود داره. مصاحبه همراهشان داریم. سلام، خوب است؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ قراری است؟ بخیر هستین؟ تشکر، زنده باشین. میشه در آغاز یک معرفی کوتاه شما داشته باشیم؟ اسم ما قاری راشد است، مدیر عمومی سرسبزی ناحیه پنجم هستم. خب میشه که کم معلومات بتین بجز از اینکه دروازه رو میسازین کدام پروژه دیگه روی کار دارین، کدام تغییرات؟ مثل که شما میدانید در پل سوخته تقریبا مدت 18 روز میشه که کارمنده تنظیف ناحیه پنجم در زیر پل سوخته کار روان کرده. بعد از اینکه متعادین جمع شدن و انتقال داده شد به شفاخانه توسط وزارت امور داخله، بعد از او کار پاککاری زیر پل ریاست تنظیف و خصوصا ناحیه پنجم کارمنده تنظیفش کار پاککاری را شروع کرده و فعلا هم جریان داره، شما میبینید، مشاهده میکنید. بعد از اون ما در سر پل کار شروع کردیم که رنگمالی است و این ساحه را شما میبینید که ما گل و گلکاری کردیم و ما و شما که استاد هستیم این ساحه هم تصمیم داریم که سرسبزی کنیم، گلدان بشانیم و این را به شکل معیاری، به شکلی که در 20 سال طوال این ساحه نامبد بود. ساحه پل سوخته یک ساحه بود که کل مردم فکر میکرد که پل سوخته یعنی جای پودریا. این باید مبادل شود به یک ساحه که ساحه
جای تفریح باشه، جای باشه که مردم تیر شوه، یک منظره خاص را مشاهده بکنم. انشالله ما تصمیم داریم، کار جریان داره در بخش سرسبزی، در بخش تنظیف، در بخش حفظ و مراقبت، در کلش بخشا کار جریان داره. خوب است. فقط در این ساحه یک دروازه ساخته میشه یا نه؟ نه خیر، این مکمل دروازه که شما پیش روی تا مشاهده میکنید دروازه هم است، از دو طرف این پشت سرم هم است، اون طرف کٹاره هم است، این کٹاره این بغل هم است. اون کٹاره که شما مشاهده میکنید او را ما در مدت 2 روز میشه که ما او را جور کردیم و هنوز هم کار جریان داره. این کٹاره 4 طرف مکمل ترمیم، ابو جایی که خراب شده او ترمیم میشه، جایی که نداره کٹاره شانده میشه. این درختایی که شما میبینید یکم نزدیک همی چارایی، همی درختار هم ما دمی 2 روز درختار هم ما غرس کردیم و دیگه هم غرس میکنیم. انشالله جریان داره، کار سرسبزی جریان داره. خوب باشه. سعید، هزینه ایزی چقدر میشه؟ چقدر تا حال بودجه مصرف کردین؟ هزینه ازی نظر به گفته معاون صاحب ناحیه پنجم که خودش در رأس کار است و تمام اینمی کارهایی که کرده به هدایت شاروال صاحب همی کارا را پیش میبرم، میگه که تقریبا 2.5 لک روپیه هنوز هزینه شده و دیگه هم مصرف میشه. خب باشه سعید، حرف از معتادین زدین. در وضعیت معتادین چه قسمی بود که شما رو انتقال دادین؟ معتادین خب چیزی که انتقال داده شد اونا انتقال داده شدن. بعد از اینکه ما پاکاری را شروع کردیم در این ساحه زیاد جسدها را کشیدیم، تقریبا 40-50 جسد ما زیر پل سوخته دمی جنگلی اونها را گور کرده بودن، ما اونها را کشیدیم و با طب عدلی انتقال دادیم. بعد از او بعضش هم بیخی جور بود که بیخی تازه گور اونا مرده بودن و در زیر جنگلی کرده بودن، اونها را انتقال دادیم و با طب عدلی بعد از او با شاروالی اگه همون نفرای فامیلشان پیدا میشد اونا برایشان تسلیم داده میشد، در غیر از او در جای خاصشان دفن کردن. خب سعید، معتادین را که از اینجا جمع آوری کردین بردین در کدام شفاخانه بستری کردین، خب هزینه‌اش چقدر میشه؟ درمان میشه؟ کدام مؤسسه کمک میکنه یا نه از بودجه خودتان است؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، اطلاع که داریم این از طرف امارت اسلامی است. امارت اسلامی نمی چی را به عهده گرفته و جمع آوری را نه تنها از پل سوخته، از سرای شمالی، از جاهای متعددی که همین معتادین بودن اونها را جمع آوری کردن به شفاخانه با نام فینکس است فکر میکنم، در اونجا انتقال داده و تحت تداوی قرار داره فعلا. خب شما گفتین جمع آوری شده، اما ما صبح که از اون طرف می آمدیم بعضی از معتادین بودن. به نظر شما چه دلیل وجود می داشته باشه که اونا فرار کنن از شفاخانه؟ بعضی از معتادین اونا کسایی هستند که اونا نمیخواه که بستری شوه، اونها نمیخواه که بستری شوه. از امارت هم از مسئولین امارت اونها به بهانه مختلف اونا گریختن و نمیخواه که بستری شوه. اونها باز روی میاره به اینمی کار، اونها را اگه امارت گیر کنه انشالله بازم اونها را به شفاخانه میبره. همون مسئولیت انسانی و ایمانی و همون دولتی که مسئولیت داره اونها را با جای میکنه دیگه. بعد از او باز یک انسان خودش مسئولیت خود داره که چی بکنه، ایرایش است، چا است، ایرا میفهمه دیگه امارت نمیتونه که پشت هر خانه بره تق تق کنه که شما معتاد داره نداره. بنان وقتی که معتادین جمع میشد باید خود خانواده ها همون کسایی که مریض بودن باید تسلیم امارت میکردن که اونها را انتقال میداد به شفاخانه. خب دوای نزدی معتادی که شما جمع آوری کردین و انتقال دادین در شفاخانه از طبقه اوناس هم کسی بود؟ بله از طبقه اوناس بودن، از اطفال بودن، اطفال زیر سن بودن و اوناس هم بودن. خب سعید، باز این معتادین بخش اوناس که بود کلشان کت معتادین بخش ذکر در یک شفاخانه است یا نه شفاخانه جدا؟ در شفاخانه شاید در یک شفاخانه باشه اما جایشان برایشان مشخص است و انتقالشان هم مشخص بود. سیاسرای یک طرف او قدر سیاسرای زیاد نبود، اما یک انگشماری که بودن اونها را انتقال دادن و جای خاص بر از اونها در شفاخانه است. خب چند فیصد امیدواری هست که معتادین را که جمع آوری کردین ترک احتیاط کنه؟ انشالله امارت خو امیر با چی گرفته که 100% اونها را تداوی میکنن، نانشان کلشان تداویشان امارت میکنه، اما بعد از اون مسئولیتش به خانوادهشان است که خانواده اونها را چطور چی میکنه. باید خانواده ها تا فکر از اونها باشه، همینقدر که امارت کردن دیگه مسئولیت به عهده خانوادهشان است، فامیلاشون. باشه سعید، تا جایی که من معلومات دارم معتادینی که بستری میشه بعد از اینکه از بستری مرخص میشه باید یک شغل داشته باشه تا اونا مصروف از امو شوند، در فکر از امو باشه تا که اعتیاد کنار بگذارن. آیا شما کدام برنامه یا پلانی دارین که بعد از اینکه اونا از شفاخانه مرخص شدن مصروف کار شوند؟ انشالله امارت امی تصامیمی که میگیره امی پاکاری پل سوخته را شما فکر کنه که در 20 سال
این پاکاری که فعلا شده شما پرسانم کده میتونه اینه که ما یکی از کارمنده امارات هستم میگم نیست شما از دیگه پرسان کده میتونه امارات تصمیم داره که کل همی جوانای ما و شما را در کار مصروف بکنه اما اینهایی که کار بکنه اگر کار نکنه میگه کار نیست کار هست به شرطی که ما و شما کار بکنیم و کار با چشم سبک سعی نکنیم اگر یک درخت در میار جای باشه در میار نقطه افغانستان باشه که اگر ما بخوایم که خدمت کنیم به وطن ما کار وجود داره کار است و امارات هم در اینمی راستا کوشش میکنه که کار با جوانا مساعد زمینه کار مساعد بسازه و در آخر چی پیام دارین؟ پیام ما به تمام شهروندای شهر کابل خصوصا و بالخصوص به شهروندای نای پنجمی است که این چیزها را که ما سرسبزی میکنیم یا کتاره میگیریم اینها را در نگهداشت ازی با شهروالی کابل همکاری کنه این را نمیتونه که مسئول شهروالی پشت هر کتاره استاد شوه که شما از دسر ازی بالا نشوه یا این را شما خطا نتین باید هر شهروند کابل چون شهر ما خانه ماست باید محافظت از اینها و در پاکاری از اینها با ما همکاری بکنه. تشکر جهان سپاس خوشحال هستیم که خدمتکارای واقعی وطن در اختیار خود داریم تشکر از خدمت شما هم سلامت باشین که در جمعین و امی کارای شهروالی کابل را شما امیر شما فیلم میگیره و با دنیا این شما منعکس میسازید تشکر از شما بخیر باشین. خوب هستین قراریز خیرت شل دارین تشکر زنده باشین میشه در آغاز یک معرفی کوتاه داشته باشین بله یا من اسمم یار محمد پوپلزای است مسکونی ولایت کابل هستم دیگه فعلا در میشار تاکسیوان خب وظیفه تان درایوری است فعلا دیگه در میشار درایور خب چند مدت میشه اینجا کار میکنین درایوری والا دیگه سابق یگان کاروبار شرکتی گپا بود کارهای ساختمانی و گپا داشتیم مال دیگه نیست خرید و فروشی گپا نیست نمی در موترک خود کار میکنیم خب فقط در زمین سمت پل سوخته است یا جای دیگه نه دیگه در این بسته شهر میگردیم با توکل خدا خب باشه شما راننده هستین سرکا و دیگر میبینین تغییرات زیادی آمده مثلا دیوارا که بودن اوسو شدن روی سرکا کار میشه چطور رانندگی بر شما آسان کرده یا نه سهولت ایجاد شده یا نه بسیار کار نیک شده گپ خوب است کارهای خوب است مثلا سابق از این سر پل کوتی سنگی که میآمدی در یک ساعت تا پل سوخته نمیرسی حالا ماشاءالله که حرکت که هیچ کدام مشکل نیست اما کراچیوان هم در کار خود است دریور هم در کار خود منظم اما شهر منظم شده خب پس از کار امارت اسلامی خوشحال هستین؟ بله چرا نه از این خوشحال هستیم از همه کارش خوشحال هستیم یک ذره بیکاری و یک ذره تیل قیمت است اینه میره یک ذره توجهشان هم میخوایم که یک ذره می تیل ارزان شوه یکی از وزارت معدن دیگه در پلیس شینیم یک ذره کاروبار شور بخوره دیگه فضل خدا دیگه از این که دولت خوبی چیاف نمیشه خب باشه صحیح امی قسمت پل سوخته را اگه ببینیم خیلی وضعیت خراب بود پدریا بود دزد و فروشنده و این چیزا اصلا فهمیدن نمیشه حال خوشحال هستین 100% خوشحال چطور نه یک وقت می آمدیم اینجا که موتور میشدیم رابندیان بود در پلی رابندی در دست پدری قدر یک سنگ میگه میتی پیسه یا بزنم تا حال فضل خدا و گپا نیست خب پس خیلی خوشحال هستیم بسیار زیاد تشکر خب در اخیر اگر کدام پیام داشته باشین پیام این نمیست که یک ذره بخیر نمیبرم میگه ما هر کس دم میگه گشنه رو گفت یک چند میشه گفت 2 تا نان ما هم دم باره کار خود فکر میکنیم یک ذره تیل ارزان شوه دیگه نمی تشکر زنده باشین زندگی خوب و خوشی داشته باشین موفق باشین خداحافظ خب دوستان عزیز گزارشات داشتیم از مسئولینی که اینجا تغییرات آورده بودن از راننده ها از هموطنان عزیز در ادامه گزارش هم با ما باشین که دیدگاه مردم خود هم می داشته باشیم باش برم هموطنان عزیز یک از هموطنان ما در کنار خود داریم میخوایم گزارش کتشان داشته باشین سلام خوب هستین بده؟ سلام بپرسنایی و پرسوانم منگو پورنو بزاپن بزار پرنومده بروال پرنومده بعد یان دارم ما بزارم
من ممنون به من و بدون بخواب ولا با من بوله من امام میذارم از امام من تو بنا ولی من قبلا آب خدا من خودم تعمد و ما تو نه تو من بسمان ازن یا هم ببینم من اونم بیام دور نمیشم من بنا خدا تشکر، زنده باشین، موفق باشین. دوستای عزیز، ما میریم ببینیم که کدام برادر دیگه ما را اینجا پیدا میکنیم که کت ما گفتگوی داشته باشن یعنی. تشکر و جهان سپاس از شما هموطنان عزیز که تا این دم با ما بودین که می تغییرات و ساخت و سازهایی که در پل سوخته شروع شده بود و فعلا هم جریان داره، ما برای شما گزارش تهیه کردیم. تا گزارش و برنامه بعدی هموطنان عزیز ویدیو ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید و علامه زنگولک که فشار بدین تا از برنامه بعدی ما با خبر شوین. الله حافظ، ناصرتان در پناه خدا باشین. خداحافظ.